به برنامه اخبار آزادی خوش آمدید. من شعله گلخوجه هستم. در استودیو همراه شما عزیزان در 15 دقیقه برنامه امروز 25 سپتامبر این موضوع ها را داریم. در انتظار بازگشت به وطن در مرز روسیه شهرک خیمه های صدهم مهاجران بند مانده پیدا می شود. برای نداشتن نقاب طبی در دانشگاه ها جزا می دهند و چگونه دانشجویان توجیک زیر زبان خط امضا می گذارند. این درس هر می شود تا صنف نداشته باشی درس ها نمیمانند آمدن. و در قندهار اولین مرکز فیتنس برای زنان تأسیس یافت. بعضی روشنفکران مشقگاه را مکانی بداخلاقی میپندارند. چیزی که مرا خیلی ناراحت ساخت عکس العمل مردای ما بودن، مخصوصا مردهایی که تحصیل کرده بودند، مردانی که در میدیا کار میکردند. اما از یک خبر دیگر آغاز میکنم. خبرگزاری های روسی با تکیه به مقامات حفظی حقوق می نویسند دیروز در سفارت تاجیکستان در مسکو جنجال سر زده است. از جمله آژانس خبری مسکو و رنتیوی خبر میدهند یک زاده 37 ساله تاجیکستان به متخصص پیشبری سفارت و راننده که مقام دیپلماتی ندارند حمله میکند. در نتیجه بینی و انگشت دست متخصص سفارت شکسته، معاینه‌اش جراحت برداشته است. راننده مجروح شده است. نسبت حمله‌ور که بیکار مانده بوده است برای نقض قاعده‌های ورود به قلمرو روسیه سند مأموری ترتیب داده شده است. سفارت تاجیکستان در مسکو به زنگ‌های رادیوی آزادی پاسخ نداد. بنابر بسته بودن مرزها هزاران شهروند ازبکستان در روسیه با امید بازگشت به وطن در اردوگاه‌های موقتی خیمه زده و منتظر اجازت عبور مرز می‌باشند. بزرگترین اردوگاه‌های مهاجران در منطقه‌های روستوف و سمر تشکیل کرده شده. مقامات محلی برای مهاجران جمع شده ازبک شهرک‌های موقتی را تشکیل کردند، اما جایها و خوراک گرم نه به همه می‌رسند. غذا نمیدهند، با پول خود میخریم. چای در اینجا خیلی گران است. در این شهرک خیمه ها که در کامینسک شختینسک تشکیل شده است، مهاجران بند مانده از ازبکستان زندگی دارند. از روز 9 سپتامبر در این شهر حالت فوق‌العاده اعلان شده است. هزارها مهاجر کاری میخواهند که به واسطه ولایت رستوف به ازبکستان روند. نیت دارند که با قطار یا پاییزد روند. قبلا چندین هزار مهاجر در داخل رستوف خیمه زده شهرکی را تشکیل کردند، اما مقامات این ولایت تصمیم گرفتند که این اردوگاه یا شهرک مهاجران درمانده را به کامینسک شختینسک کوچانند. این تنها اردوگاه نیست، این یک قلمرو عظیم است. درختان و نوده ها را تازه کردند، تمام حدود شهرک را تازه کردند. در یک ماه اخیر الکی 3 قطار مخصوص از کامینسک شختینسک به ازبکستان رفته است. حالا در اردوگاه چندین هزار مهاجر دیگر انتظار بازگشت به وطن هستند. در اطراف شهرک نظامیان نوبتداری میکنند. متاسفانه انتظام در اردوگاه خوب نیست، ولی وضع زیر نظارت است. با آنها صحبت ها برگزار می شوند. به بیرون و مغازه بی نقاب برآمدن منع است. عیناً چنین وضع در ولایت سمر هم مشاهده می شود. آنجا مهاجران از منطقه ارنبورگ که با قزاقستان هم مرز است آورده شدند. اکثریت کوشش کردند که توسط سرحد روسیه و قزاقستان به وطن خود برگردند، اما قزاقستان به دلیل پاندمی کرونا ویروس مرزهای خود را بسته است. حالا در نزدیکی شهر کنیل یک شهرک دیگر خیمه ها برای حدوداً 1000 نفر تشکیل شده است. مسکوی ها و ازبکان مسکو خیلی کمک کردند. دیروز در 2 ماشین خوراکواری و لباس گرم آوردند. لودمیلا میلنیچنکا ساکن کنیل به مهاجران مواد ضروری دسترس می کند. او در شبکه‌های اجتماعی معرکه جمع‌آوری مبلغ و مواد نیاز اول و سر و لباس را راه اندازی کرده است. اختیاریان از سمر هم ساکنان اردوگاه را با لباس گرم تامین می‌کنند. آنها با راه اندازی یک معرکه خیریوی در یک ماشین به شهرک خیمه ها لباس گرم آوردند. ساکنان شهرک اقرار می‌شوند که آخرین مبلغ‌های خود را در اینجا صرف کردند. حالا به حساب اختیاریان در ولایت سمر حدوداً 2500 مهاجر منتظر بازگشت به وطن ماندند. 7 نفر با 4000 روبل 2 خیمه گرفتیم، ولی اینها به خیمه هم مانند نیستند، بلکه مانند به کاغذی رنگینند. شبانه خیلی سرد می شود.
هفته روان سخنگوی وزارت نقلیات ازبکستان اعلام کرد که روز 21 سپتامبر با قطارهای مخصوص 1800 نفر به کشور برگردانده شد. با قراری حکومت روسیه مهاجرانی که به دلیل بسته بودن راهها در این کشور درماندند می توانند سندهای بود و باش خود را به مشکل دراز کنند. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. در بعضی از دانشگاه‌های تاجیکستان از دانشجویان بیانات گرفتند که در داخل و بیرون مکتب عالی نقاب طبی بپوشند و فاصله جسمانی را رعایت کنند وگرنه جزا خواهند گرفت. مسئولان دانشگاه‌ها میگویند این کار از ناچاری است چون نه همه دانشجویان قاعده‌های بهداشتی را رعایت می‌کنند. دانشجویان در نوبت خود از آن نگرانند که گرفتن بیانات و امضا برایشان دردسر نوع ایجاد نکند. همکاران ما از تلویزیون نسته شیوریم موضوع را پیگیری کردند. گزارش را میرزا نبی خالقزاد تقدیم میکند. در دانشگاه کشاورزی اکثر دانشجویان به قرار رهبریت درباره گرفتن بیانات برای پوشیدن نقاب طبی مخالف نیستند. آنها میگویند به این قرار هم بدون نقاب به دانشگاه وارد شدن غیر امکان بود. آموزگاران دانشجوی بی نقاب را از درس خارج میکردند. در دالان‌های مؤسسه هم اختیاریان رعایت شدن قاعده‌های بی‌خطری را از جانب دانشجویان نظارت می‌کنند. حجت امضا کردن که همه قاعده‌ها را رعایت می‌کنیم. همین این درس سر می‌شود تا صنفات نداشته باشی درس‌ها نمی‌مانند آمدن بعد دستا آنتیسپتیک می‌پرسن و خیلی جزا ندارد. نیستگ نبودن که خارج می‌کنیم خیلی نبود با فکرم. نیستگ نبودن. نه ما سخت مخوانم خیلی که هم باید با قانون رعایت کنه. ما برای که باید دیگه آن زرازی نکنیم خیلی دیگه اینا ما بچه‌ها پس سر میکنیم بیمار که معلمای ما چه خلای معلم کلانسول هستن و اگر که ما چه نکنیم باید بیمار میشوند. قرار گرفتن بیانات از دانشجویان در دانشگاه اگرری از جانب ستاد مبارزه با پنجشنبه کرونا ویروس قبول کرده شده است. مسئولین این دانشگاه میگویند آنها توصیه‌های وزارت معارف و ستاد کشور را عاید به مبارزه با کووید 19 آموختند. اما دانشگاه میگوید مسئله اخراج دانشجویان برای این کار در نظر نیست. به گفته آموزگاران از چنین چاره‌ها تنها در حالت ضروری می شود استفاده کرد. آگاهانیده می شود و تمام دانشجوها امضا گرفته شده است که یعنی با ماسکه ها با دهانبند ها باید در دانشگاه گردند، مسافه اجتماعی را رعایت کنند. هنگام نشدن آگاهانیده می شود، در مراتبه دوم رعایت نکردن ما حتما پدر و مادر دعوت میکنیم، صحبت میگذرانیم و در حالت نشدن میتونیم تا از دانشگاه خارج کردن هم ما. آمار گرفتاران کووید 19 در تاجیکستان به فرق از کشورهای همسایه کمتر نشان داده می شود. شروع از ماه ایول پزشکان محلی در یک روز از 30 تا 50 حالت نو را آشکار کردند. اما سنجش درستی این آمار دشوار است. وسایط اخبار عامه دولتی تنها درباره رعایت چاره‌های بی‌خطری صحبت می‌کنند و از این موضوع خودداری می‌کنند. در همین حال در شبکه‌های اجتماعی ماه آخر استفاده برندگان از مرگ زیادی نفران از این بیماری خبر دادند. این گونه خبرها هنوز قبل از رسما اعلان کردن وجود کرونا ویروس در تاجیکستان هم صدا می‌دادند. مقامات 3 اپریل از اولین حالت سرایت کووید 19 در کشور رسما اعلان کرده بودند. برنامه را ادامه می‌دهیم و می‌رویم به افغانستان. بسیاری ها در عالم اسلام و حتی در تاجیکستان هم به ورزش زنان نظر نیک ندارند. اما به این نگاه نکرده یک خانم افغان در شهر قندهار در یک جایی که قرارگاه اصلی طالبان است توکل نموده و ورزشگاه شد. این اقدام او از سوی ساکنان پشتیبانی یافت و مشتریان دائمی نیز دارد. اسکندر خواجه میرزاده موضوع را ادامه می‌دهد. نام مریم دورانی است. من باشنده ولایت قندهار می باشم و کسی هستم که اولین باشگاه ورزشی یا کلب ورزشی را به زنان در ولایت قندهار به نام ملکه ثریا ایجاد کرد. این خانم 36 ساله زمان وکیل مردمی شورای ولایت قندهار نیز بوده و در سال 2012 هم از دست خانم پرزیدنت ایالات متحده آمریکا میشل اوباما جایزه بین المللی شجاعت زنان را گرفته است. او رهبری یک رادیوی محلی بخشیده به امور زنان را بر دوش داشته سال گذشته جرأت کرد در قندهار تالار ورزشی خاص برای زنان را بنیاد نماید. خب خانم‌ها عکس اولشان بسیار مثبت بود چون او ضرورتشان بود
ولی متاسفانه چیزی که مرا خیلی ناراحت ساخت عکس العمل مردای ما بودن، مخصوصا مردهایی که تحصیل کرده بودن، مردانی که در میدیا کار میکردن، کسانی که خودشان صاحب یک ایدئولوژی، یک ایده در جامعه میدانستن، کسانی که فکر میکردن خیلی روشن فکر هستن و با فرهنگ هستن. اونا بودن که خیلی زیاد در قسمت جایگاه تخریبات داشتن و مرا توهین و تحقیر کردن که این جایگاه را یک جایگاه بد و زشت و غیر شرعی حتی بیان کردن. در بین سالهای 1996-2001 زمانی که طالبان افغانستان را تحت تصرف داشتند، زنان از حق تعلیم محروم بودند و بدون مردی همراه نمی توانستند از خانه بیرون شوند. این ترس و هراس هنوز هم از دل زنان بیرون نشده است. فاطمه یکی از 50 زن است که هر روز در این تالار تمرین می‌کند. بدون شک بدون ترس و هراس نیست. این موقعیت ما میفهمیم، شما میفهمین که امو هراس و ترس خود خصوصا در قشر خانوما داره است. اما بازم اگر از نگاه دیگه بهش نگاه کنیم که ورزش به تندرستی ما خوبه، بدن سالم نگاه میداره و انسان شاد و خرم نگاه میداره، باز امو ترس و هراس خود یک بغل مانده و امو هدف و امو ایده‌ای که داخلی کلاب میشیم و کلگیش از بین میره. در مناطق جنوبی افغانستان طالبان محافظه‌کار از نفوذ برخوردارند و اکثر زنان در کوچه های قندهار برقع می پوشند. ولی مردان همصحبت با خبرنگار ریترز میگویند که از ورزش زنان پشتیبانی میکنند. تالار ورزشی زنان باید زیر مأموریت زنان قرار گیرد. مردان نباید به تالار وارد شوند زیرا زنان در آنجا لباس عوض میکنند. این گونه تالارها برای حفظ صحتی زنان ضرورند. بعضی بیماری ها را می شود با تمرین معالجه کرد. ما مخالف چنین ورزشگاه ها نیستیم و از آن جانبداری میکنیم که امکان ورزش برای زنان افغان بیشتر شود. نزدیک به 2 هفته می شود که در قطر حکومت افغانستان با طالبان راههای ختم جنگ 20 ساله در این کشور را بررسی می کند. بسیاری از زنان افغان در تشویشند که با بازگشت طالبان حقوق آنها محدود می شود. تنها بخش کلپ ما نه، ورزشی نه، بلکه همه بخش‌هایی که زنان در آنها کار میکنند تشویش دارند و ما نگران این هستیم که ممکن است اگر چنانچه طالبان بیاین و با دولت یک جا شوند، اگر محدودیت‌هایی تعیین میشه تا چه حد خواهد بود. چون تا حدی که ما اخبار تعقیب میکنم و میشنویم خیلی کم ما میبینیم که تغییراتی آمده باشه در مفکوره و طرز بینش طالبان. به هر حال زنانی که به این تالار می آیند از آن خوشحالند که کرانتینی مربوط با کرونا ویروس خاتمه یافته و آنها امکان دارند بدون محدودیت تمرین کنند. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. و خبر دیگر هم هست. 5 زوده تاجیکستان را در قرقیزستان برای عبور غیرقانونی مرز جزا دادند. دادگاه نویه لیلک ولایت بودکند حکم خود را نسبت بازداشت شده ها اعلان نموده است. 2 نفر آنها برای نیم سال به زندان محکوم شده و 3 کسی دیگر به پرداخت 220,000 سوم قرقیزی موظف گردیدند. دادگاه حکم اخراج آنها را از قلمرو قرقیزستان صادر کرده است. شهروندان تاجیکستان که ساکنان شهر دوشنبه و نویه رودکی می باشند در دادگاه گفتند نمیدانستند که سرحد را غیر قانونی عبور کردند. به گفته محکوم شده ها نفر با نام فتولو که نیز از تاجیکستان است 10 ایول آنها را برای جمع‌آوری شیره کمال به بودکند آورده است. بینندگان عزیز، برنامه را در همین ثانیه ها به پایان میبرم. تشکر برای همراه بودن. تا صحبت بعدی میتوانید زیر نشانی www.azadi.org از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید و نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب گذاشته می شود. من شما را در هفته نو منتظر خواهم بود. تا 2 روز دیگر استراحت خوب داشته باشید و خدا نگهداری هر یک شما عزیزان.